پدران و مداران سویت ایران ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط بده شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چخونی که میگویند جوانان زیایان آینده ملت هست، اکثر زیایان حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، تو مرد باشی بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، تکایی ملیخوان بزن، تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدا رو شکمت برم که دیگه قبلی ساقرم آری میمری سپیش زنی کنیک هنزی باز کزن که یک تبینت بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه خفیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پاچه در میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هرچی مرد باشه خفیدگیش یک روز کده گویده میگیری، نمیتونه کون تا بجا. به همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با خنسید کسی که یگان عرض شکایت دارم همه به عرض زیرین نال خودی سیاد که دنگ زنید با ما در تماس باشه.